شاید ما ایرانی‌ها از قباد ترکی خیلی هم دل خوشی نداشته باشیم، ولی جالبه که بدونید بازیگر این نقش به اندازه خود قباد تو عشق سختی کشیده. با سلبریت سودا برای شنیدن اخبار ویژه سلبریتی‌های ترکیه همراه باشید. حالا که پخش شهرزاد ترکی به قسمت سومش رسیده و کم و بیش همه مخاطبا و خصوصا مخاطبهای ایرانی قلق سریال دستشون اومده و عیب و ایرادها رو هم در آوردیم، وقتشه که 2 بازیگر اصلی این سریال رو بیشتر بشناسیم. از قباد، این کاراکتر محبوب و حساس شروع میکنیم، البته از بازیگر این نقش یعنی اسماعیل حاجی اغلو. جالبترین نکته در مورد اسماعیل اینه که اونم دقیقا مثل کاراکتر قباد عاشق بوده ولی در عشق موفق نبوده و در واقع قباد قصه تو زندگی واقعی هم دل شکسته است. اسماعیل حاجی اغلو پسر یکی از فوتبالیست‌های پیشکسوت ترکیه یعنی مهمت حاجی اغلو هست. 40 سالشه و جزو معدود بازیگران ترکیه است که توی سینما فعالیت بیشتری نسبت به تلویزیون داشته و خیلی هم موفق و تاثیرگذار عمل کرده، مثل فیلم‌های مشهور کابادایی و آیلا. البته حتما جالبه که بدونید برخلاف اینکه ما ایرانی‌ها به خاطر نقش قباد ازش انتقاد می‌کنیم و به اون صورت به دلمون ننشسته، مردم ترکیه احترام زیادی براش قائلن و اغلبشون اذعان کردن به خاطر اسماعیل حاجی اغلو هست که این سریال رو می‌بینن. یه جورایی میشه گفت معادل شهاب حسینی ما ایرانی‌ها در کشور ترکیه است. اسماعیل تو 25 سالگی با بازیگری به اسم ویلدان آتاسور ازدواج کرد و بعد از 5 سال از هم طلاق گرفتن، ولی عشق بعد از ازدواج اولش بود که اومد سراغش. اسماعیل در سال 2016 با دویگو کومارکی که تو حوزه تبلیغات و مدلینگ فعالیت میکنه آشنا شد و در نتیجه یه رابطه به شدت عاشقانه با هم ازدواج کردن، اما سال 2020 با وجود یه دختر به نام یمین از هم جدا شدن. اما قصه عشق حاجی اغلو به اینجا ختم نشد. اسماعیل حاجی اغلو مثل قباد اقدام به برگردوندن عشقش کرد و دوباره بعد از جداییشون مجدد با هم زندگی مشترک رو شروع کردن. گرچه اسماعیل تو مدت زمان جداییشون چند رابطه دیگر رو تجربه کرد، ولی انگار عشق رو تو همسر قبلیش فقط پیدا کرده بود. به هر حال بعد از بازگشت مجددشون به هم در کمال تعجب دوباره در سال 2024 به علت مشکلات حل نشده بینشون تصمیم گرفتن توافقی از هم جدا بشن. اما ماجرای اینها همچنان ادامه داره، چرا که خبر رسیده دقیقاً با شروع سال جدید میلادی یعنی 2025 اسماعیل حاجی اغلو و همون همسر سابقش دویگو با همدیگه به قبرس سفر کردن، یعنی برای بار سوم و همدیگه برگشتن. گویا عشق این 2 نفر عمیق‌تر از مشکلاتشون هست، ولی در عین حال وقتی با هم زیر یه سقف زندگی میکنن کار به جدایی منجر میشه. به نظر شخص من زندگی عاشقانه بازیگر نقش قباد واقعا جالبه و یه جورایی میتونه باعث بشه نقش عاشق رو توی سریال بهتر بازی کنه. البته که باید منتظر قسمت‌های جدید شهرزاد ترکی باشیم و ببینیم و بشنویم. حالا بریم سراغ سیمای بارلاس که با جسارت تمام نقش شهرزاد رو بر عهده گرفت و الحق که بازی کردن این نقش علاوه بر توانایی جسارت زیادی هم می‌خواست، چرا که قرار بود زیر ذره‌بین دقت و بررسی این همه ایرانی عاشق شهرزاد بره و خب این اتفاق واقعا افتاد و سیمای بارلاس از نگاه ایرانی‌ها تا به اینجا موفقیتش نهایتاً 50% بوده، ولی در کمال تعجب مخاطب‌های ترکی رو عاشق خودش کرده. البته طبیعی هم هست، چرا که تو سریال های ترکی معمولاً عشق پاک و همراه با جسارت کمتر پیدا میشه. سیمای بارلاس متولد 1999 هست و قبل از این با بازی تو سریال استانبول ظالم و سریال گناه یک مادر خودش رو به همه شناسون. اتفاقا تو همین سریال استانبول ظالم تقریبا اولین عشقش رو تجربه کرد، اونم با یکی دیگه از بازیگرای همین سریال یعنی ادریس نبی تاشکان که نقش جیوان رو بازی میکرد. رابطش با ادریس طولی نکشید و بعدش با اکیم مرت زایماز که تو سریال معروف بوی توت فرنگی نقش ولکان رو بازی میکرد وارد رابطه شد. اما حالا حدوداً از 3 سال پیش سیمای بارلاس یه رابطه عاشقانه طولانی مدت رو داره تجربه میکنه با سونار کورکماز، یکی از بسکتبالیست‌های معروف ترکیه. جالبه که سیمای برخلاف خیلی از بازیگرای ترکیه با وجود سن کمش رابطه‌های عاطفی متعددی رو تجربه نکرده و رابطه الانش هم که پایدار و صمیمی به نظر میرسه. حتی برخلاف روابط قبلیش با سونار عکسایی رو تو اینستاگرامش هم منتشر میکنه.
ولی مسئله‌ای که برای رسانه‌های ترکیه جالبه اینه که چرا اکثر بازیگران ترکیه با بسکتبالیست‌ها وارد رابطه میشن. مثلا ادا اجه، بازیگر معروف سریال سیب ممنوعه، در نقش یلدز با احمد تونجر تو رابطه بودن و البته با هم ازدواج هم کردن. یه گزارش جالب توجه از سیمای بارلاس هست که در مورد علت قبول نقش شهرزاد صحبت میکنه. اون میگه کاراکتر شهرزاد خیلی جسور و با اعتماد به نفسه، شجاعه و سختی‌ها رو تحمل میکنه، مهارت همدلی بالایی داره، هوشیار و آگاه و با فرهنگه و در کل یه زن بسیار قویه و من به همین خاطر مجذوبش شدم. حالا بماند که خود سیمای بارلاس تا چه حد تونسته همین ویژگی هایی که اونو جذب خودش کرده رو به خوبی به نمایش بذاره. در کامنت های مخاطب های ایرانی کاملا مشهوده. بگذریم. سیمای بارلاس در واقع با بازی در نقش شهرزاد سعادت، همای سعادت روی شونه هاش نشست، چرا که با این سن کم یعنی 26 سال یه نقش و سریال خیلی سنگین و متفاوت رو به رزومش اضافه کرد و در صورت موفقیت از این به بعد پروژه های خیلی خوبی قراره بهش پیشنهاد بشه. خب به انتهای ویدیوی امشب هم رسیدیم. امیدوارم که پسندیده باشید. حتما نظرتون رو در ارتباط با قباد و شهرزاد ترکی برامون بنویسید. متشکرم که مثل همیشه همراه هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.